با سلام خدمت همراهان گرامی، با قسمت 8 روتین فیزیک در خدمت شما هستیم. تو این قسمت میریم سراغ فصل سوم و 2 سوال نموداری داریم که خیلی از بچه‌ها با سوالات نموداری ارتباط خوبی برقرار نمی‌کنن. میریم 2 سوال حل می‌کنیم و در ادامه ویدیو لطفاً با من همراه باشید. بریم سراغ حل سوالمون. سوال ما گفته نمودار انرژی جنبشی بر حسب تندی جسمی به جرم 10 کیلوگرم مطابق شکل زیر است. V1 و K2 به ترتیب چند متر بر ثانیه و چند ژوله. خب نمودار به ما چی داده؟ نمودار به ما یه دونه 45 داده که این K1 مونه و با این نقطه چینا به ما نشون داده که این K1 45 انرژی جنبشیمون توی سرعت V1. ما میدونیم که فرمول انرژی جنبشی هست K مساوی 1/2 m در v به توان 2. حالا دیگه به ما چی داده؟ یه دونه به ما K2 داده که اینم با نقطه چینا به ما نشون داده که سرعتش هست 2 تا v1. ما میتونیم چی بنویسیم؟ ما میتونیم یه مقایسه از این دوتا به روش کسری حساب کنیم و از این طریق جواب و خواستهای سوال رو به دست بیاریم. چجوری؟ مثلا می‌نویسیم K2 به روی K1 مساویه با K2 رو چی؟ K2 رو نداریم. بر روی K1 هم به ما داده 45 مساویه. فرمول این بالا نوشتیم. برای K2 میتونیم بنویسیم 1/2 ضرب در m ضرب در v رو به ما چقدر داده؟ داده 2 تا v1 برای K2 که به توان 2 برسه یعنی میشه 4 تا v1/2. بر روی به ازای K1 چی داریم؟ همون 1/2 که ثابت تو فرمول. دوباره m رو داریم که m رو به ما داده اینجا 10 کیلوگرم و به ازای هر دوتاشون یکسانه، یعنی میتونیم با هم سادهش کنیم. ضرب در سرعت هم به ما داده v1 که به توان 2 برسه میشه v1 به توان 2. خب حالا چیزایی که با هم ساده میشن ساده کنیم. 1/2 که اصلا لازم نبود بنویسیم، من صرفا برای اینکه شما ببینید نوشتمشون و اما هم با هم ساده میشن. این v1/2 هامون هم با هم ساده میشن. یعنی چی برای ما میمونه؟ برای ما میمونه K2 بر روی 45 مساوی 4. خب این طرف این وسط این رو انجام بدیم، یعنی 4 ضرب در 45 مساوی K2 مون به دست میاد 180. خب یعنی یکی از خواستهای سوال که K2 بود رو ما به دست آوردیم و 180، یعنی گزینه 1 و 3 مون حذف میشن. خواسته دوم سوال ما از ما V1. V1 رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ V1 رو با استفاده از همین فرمولی که این بالا نوشتیم میایم توی یکی از اینا، چه حالا K1 چه K2 جاگذاری میکنیم و V1 رو به دست میاریم. مثلا همین K2 مون، K2 رو ما داریم 180 مساویه با 1/2 ضرب در m رو به ما سوال توی صورتش داده 10 کیلوگرم ضرب در 10 ضرب در سرعت هم به توان 2 که سرعت در K2 باید حواسمون باشه که 2 تا v1 که به توان 2 برسه میشه 4 تا v1/2. این رو حساب کتابش انجام بدیم. یه صفر اینجا با یه صفر اینجا میره، این 2 با این 4 ساده میشه، این طرف میشه 2، طرف این 2 رم تقسیمش رو انجام بدیم v1 به توان 2 مون برابر با 9 میشه، یعنی خود v1 مون مساویه با 3، یعنی جواب میشه گزینه 4. سوال دوم این بخشم که بازم یه نمودار دیگه است و تقریبا همون مدلی حل میشه هم به عهده شماست و توی قسمت بعدی من جوابش رو براتون قرار میدم.